سلام، وقت بخیر. امید که جور و صحتمند باشین. در رابطه با گزارش استاک، طریقه انتقال باقی استاک به استاک مای جدید، به شیت مای جدید میخوایم در رابطه معلومات بدم. ساده ترین طریقش است که استاک باقی استاک مای قبل ایره کاپی بگیریم، بیاریمش در یک قسمت پستش میکنیم. دوباره پست به گونه ای که تنها عددش بیاید، چون فرمول داره تنها عددش بیاید. این قسم در این صورتی که وقتی که پست شده از این قسمت میایم در قسمت استاک مای قبل سابقه ای را دیلیت میکنیم. از این قسمتی رو دیلیت میکنیم و پس دوباره اینجا میایم ایره کپی میگیریم میبریمش در استاک مای قبل بر مای جدید خود. باز دوباره هم عددش میگیریم کدام مشکل ایجاد نشه. در این صورت هیچ مشکل ایجاد نمیشه و